سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به جلسه دوم. خیلی خوشحالم که تونستم رضایت یه سری از شما دوستان رو جلب کنم و ممنون از این که سابسکرایب کردین و لایک کردین، کامنت گذاشتین. خواستم بگم که خیلی ممنونم و امیدوارم که با دوستان بیشتری شیر کنید که این آموزش ها رو استفاده بکنن، خصوصا دوستانی که در شهرهای غیر از تهران هستن، در شهرستان ها هستن. این مواردی که میگم خدمتتون میتونم واقعا بهتون بگم که خیلی نایاب و کمیابه، حداقل اگه نایاب نباشه خیلی کمیابه. زمانی که خود من میخواستم یاد بگیرم واقعا کسی یاد نمیداد و همه اینها تجربی هست. اگر شما در شهرهایی هستید که بتونید از پس کار طراحی بر بیاید، دیگه شاید خیلی از کارفرماهاتون که در شهرهای دیگه هستن نیازی به طراحای داخل تهران نداشته باشن و شما خیلی خوب و با کیفیت بتونید یه طرحی رو ارائه بدین و برای خودتون در واقع درآمدزایی بکنین. پس خصوصا بچه‌هایی که در شهرهای دیگه هستن خیلی بیشتر جدی بگیرن، چون واقعا به دردتون میخوره. خب تا جایی رسیدیم که من در واقع هنوز وارد کد سه‌بعدی نشدم و شروع نکردم به طراحی. یه چیز دیگه هم خدمتون بگم که من یک سری ویدیوهای شورت هم میذارم در مورد یه سری دستورهای اتوکد که بچه‌هایی که اتوکد بلد نیستن یا اصلا دوست دارن اتوکد سه‌بعدی یاد بگیرن، اونجا میتونن از اون دستورات استفاده بکنن و به مرور پیش برن. شما میتونید با هر چیزی غیر از اتوکد در واقع شروع کنید به طراحی. این به خودتون بستگی داره اینکه چه نرم افزار سه‌بعدی بلدین. ولی خب اتوکد همیشه یه جوری آچار فرانسه است و همه چیزو در بر میگیره. برای همین گفتم که یه سری اتوکد هم بگم که اگر دوست دارید در کنار چیزی که بلدید اتوکد هم یاد بگیرین، چون به هر حال خیلی کارسازه و اینم بلد باشین. چند تا دستورم بیشتر نیست، قرار نیست که همه اتوکد رو بهتون یاد بدم و یه سری دستور کاربردی سه‌بعدی سازی رو بهتون میگم. خب دیگه بریم سر درس که ویدیو طولانی نشه، چون میدونم خیلی از شما هم مثل من حوصله ویدیو طولانی رو نداره. به اینجا رسیدیم که من گفتم که پنجره ها رو بیایم مشخص کنیم، اینکه زیاد نمیتونیم در واقع عرض زیادی بدیم به خاطر اینکه بر کار ما کمه. الان من اینجا رو 2 گذاشتم و اینجا رو هم 1.5 که من فکر میکنم خوب باشه برای در واقع این پنجره آشپزخونه کافی باشه. حالا یه چکی میکنیم ببینیم که این کناره ها و این جداره چقدر هست. 61 سانت، یعنی اگر اونجا قرار باشه سنگی قرار بگیره 86 سانت سنگی قرار بگیره، اگر رو 60 سانت ببندیم خب خیلی بهتره دیگه. یه 40 میدونید که سنگ در واقع چجوریه، عرض 40 در 1 متر طول. این سنگی که هستش که در واقع در بازار وجود داره، تمامی سنگ ها 40 در 1 متر طول. حالا اگر بخواد از این بیشتر بشه و اینکه حالت حکمی پیدا بکنه، همه این چیزها در واقع هزینهش بیشتر میشه برای کارفرما. برای همین خب پس باید حواسمون باشه که به قول معروف یه بار هزینه اضافه سر دست کارفرما نذاریم، خصوصا کارفرماهایی که خیلی اصرار ندارن حالا طرح خاصی داشته باشن. و ما هم بیشتر با همچین کارفرماهایی سر و کار داریم. فکر نکنید که مثلا من دارم میگم که شما قراره اینطوری همیشه طراحی کنید. نه، شما میتونید بسیار عالی طراحی کنید، کارفرمای خیلی خوب داشته باشید، خیلی خاص طراحی کنید، ولی متاسفانه اکثرا به این حالت هستن. خب من سعی میکنم یه خورده عددها رو روند کنم، همین اول شما همین کار رو انجام بدین که بعدها وقتی دارین طراحی میکنین و فاز 2 میرسیم، به فاز 2 در واقع عددهای بهتری ارائه بدیم. این عددها توی در واقع خود در واقع کمیته نما، مطلبی که هفته پیش گفتم نمیتونیم خیلی تغییر بدیم. این عددها خیلی چیز خاصی نیست و به قول معروف اونقدر تاثیرگذار نیست. یعنی مطمئن باشید که اینقدر چک نمی کنن
برای همون اول بهتره که همه اینها رو چک بکنید که بعدا موقع اندازه گذاری نگید ای وای مثلا اینجا چرا اینطوری شد یا مالک به شما حرفی بزنه. اینا خیلی اهمیت داره. من یه چکی بکنم ببینم چرا این از حالت خط راست انگار در اومده. بله این حالت کج شده. برمیگردم به عقب، یک بار دیگه چک میکنم. خب دوباره توضیح میدم. اینجا 60 شده، اینجا 90 شده، 97. من شیفت میکنم 3 سانت این دیوار رو به این سمت که بخوام یک عدد سالم تری داشته باشم. 1 متر. خب این از این دیگه، اینا رو در واقع نمیخوایم، چیزایی که داخل وجود داره. ما این دوتا پلان رو فعلا احتیاج داریم. خب من اینا رو وارده، ببینید من همینجا تو این صفحه هستش که تو نقشه هستم و اینا رو آوردم پایین و اون هفته بهتون گفتم که تمیزش کردم. این کافی نیست اینجا کار کنیم، ما میخوایم وارد محیط سه‌بعدی بشیم. برای همین من یه کنترل سی میزنم، وارد یه صفحه جدید میشم و کنترل وی میزنم. همینجا سیو میکنم. چرا این کارو میکنم؟ من میخوام از لایه های زیادی که وجود داره فرار کنم و اصلا کار خوبی نیستش که در واقع ما لایه های زیادی داشته باشیم. در هر نرم افزاری که شما کار میکنید، ببینید شما وقتی به سمت رندر میرین، طراحیتون تموم میشه، مدل سازی میکنید، باید یه کار تمیز و شسته رفته، چه خودتون رندر بگیرید چه همکار CG آرتیست داشته باشید که براتون رندر بگیرن. خیلی هم هنرمند هستن، خیلی هم کارهای معماران رو خیلی زیبا میکنن. پس ما باید به شغل اونها هم احترام بذاریم. ما باید یه کار تر و تمیز بهشون ارائه بدیم. باید همش لایه بندی شده باشه و هیچ لایه اضافی توش نباشه و مدلمون هم تمیز باشه که اون بتونه خیلی راحت استفاده کنه و در واقع درگیر مدل سازی ما نباشه. که خب خیلی از میبینم که همکارا به این حالت هستن و میگن که خب مثلا ما مدلای خوبی زیر دستمون نمیاد. اینا خیلی اهمیت داره. از همین الان که دارید در واقع شروع میکنید، این نظم لایه بندی رو در تمامی نرم افزارهایی که استفاده میکنید خواهش میکنم که داشته باشید، که این یکی از بزرگترین درساست. یعنی نظمی که شما در مدل سازی رعایت میکنید بسیار بسیار مهمه برای خروجی رندری که همکارتون بهتون میدن. خب ما رسیدیم به این قسمت، همه چیز رو مشخص کردیم. من سعی میکنم فعلا این لایه اصلی رو اینجا تمیز کنم و کم کم بریم برای سه‌بعدی سازی. خب ما این درا رو هم پاک میکنم چون فعلا نیازی ندارم. این کارم بر میدارم، خطوط اضافه رو پاک میکنم و شروع میکنم به لایه ساختن. اولین لایه‌ای که میذارم، من معمولا لایه هام رو با کلمه یا حالا چیزی به اسم 3D شروع میکنم. مثلا مینویسم 3D وال، حالا بنویسین 3D دیوار، اصلا مهم نیست چی دارید مینویسید. 3D وال یه چیزی که خودتون بدونید. یا مثلا بعدی رو مینویسم 3D مثلا روف، این همچین حالتی. خب ما دو دستور خیلی مهم در سه‌بعدی سازی اتوکد داریم: باندری و اکسترود. باندری و اکسترود. خب باندری مخففش، وقتی که بچه‌ای که اتوکد کار میکنن میدونن که تایپ یا تایپ میکنن یا مخففش رو استفاده میکنن. من از صفحه کیبوردم میزنم BO، میبینید اینجا هم در واقع نوشته شده BO اینتر. این صفحه‌ای که باز میشه رو روی رجن انتخاب میکنم و یکی یکی این فضاها رو باندری میکنم. باندری خب یعنی پیوستگی، یه دست کردن. میبینید
بعدن این موضوع خیلی یعنی کاربردیه. شما وقتی این کار رو میکنید در واقع دارید یه دست سازی میکنید، برای آماده میکنید برای اینکه اکسترود بشه. خب ببینید این یه دست سازی در واقع سیستم پلان ما هست. خطای اضافی رو من پاک میکنم. قطعا دیگه اکثر دوستان باید کد دو بعدی رو بلد باشین دیگه. اگر که واقعا فکر میکنید یه سری چیزا لازمه که بلد نیستین و فکر میکنید به کارتون میاد، برای من در کامنت ها بنویسین. من حالا جدا برای این در واقع ضبط میکنم، تو اینجا من نمیتونم تک تک دستورات رو بگم. حالا با سه بعدی رو میتونم بگم ولی خیلی این تک تک دستورات رو نمیتونم بگم. خب ما داشتیم اینجا پس چیکار کردیم؟ بی او اینتر باندری، از باندری استفاده میکنیم برای آماده سازی اکسترود. خب من باندری کردم اینجا رو، آمادم که این رو وارد صفحه سه بعدی کنم. چیکار میکنیم در اتوکد؟ دستم روی شیفت نگه میدارم، دکمه وسط موس خیلی راحت میچرخه و وارد فضای سه بعدی میشه. ببینید هیچ کار خاصی نداره، دست میذارید روی شیفت دکمه وسط موس. از در واقع اوربیتی که همه نرم افزارهای سه بعدی داره، ولی این اصلا این چیزی که من دارم بهتون میگم این راحت ترین راهه. اصلا نمیخوام شما درگیر به قول معروف این نوشته ها بشین، چون خود این وقتی ما وارد این فضا میشیم و این کارو میکنیم اصلا این پایین اتوکد داره برای ما مینویسه این چه دستوریه. ببینید خودش هم نشونگر دایره میاره، چند در واقع وجهی میاره که این داره به این سمت میرسه. خب پس شیفت همزمان دکمه وسط موس، به این راحتی وارد فضای سه بعدی میشیم. حالا میخوام اکسترود کنم، وارد فضای اکسترود بشم. برمیگردیم به صفحه‌ای که نقشه شهرداری رو به ما دادن. خب ما وقتی میخوایم اکسترود کنیم باید ارتفاع بدونیم. ببینید من میام سر برش و نگاه میکنم ببینم که ارتفاع هایی که اینجا تو برش و در واقع اندازه ها رو به ما دادن و ما باید بهش در واقع استناد کنیم چند هست. 3/24 ارتفاعی که از کف تا کف بالا در واقع ارائه داده. خب 40 سانت هم احتمالاً سقف. بقیه هم چک میکنم ببینم که بله 3/24. خب پس ما باید 3.24 این در بدنه نما هستا. ببینید 3.24 باید این رو اکسترود کنیم. خب من چه کار میکنم؟ EXT. ببینید اینجا چی نوشته شده؟ اکسترود. تایپ کنید اکسترود، قطعا همتون دیگه زبان بلدید. اکسترود EXT اسپیس یا اینتر اکسترود تایپ کنید، اکسترود یا EXT. خب چقدر باید ارتفاع بدم؟ 3/24. جایی که پنجره هست، نه جایی که دیواره. 3/24. من قسمت بدنه هم فعلا با همین لایه میدم. همش همون 3/24 که در واقع در نقشه ها بوده. خب ببینید فرض بکنید که الان ما در واقعیت هستیم. وقتی در واقع ستون ها رو داریم و در واقع ستون گذاری میکنه، حالا اگر بتونی باشه ستون ها رو میریزن و بعد دیوار میکشین، در واقعیت هم همینه، درسته؟ دیوارها رو میکشن و در واقع بعدن میان حالا اکابه رو ایجاد میکنن، پنجره ها رو میذارن. ما هم در واقع در محیط سه بعدیمون داریم همون کار رو میکنیم. خب سقفمون رو هم میارم روی 3/24. برمیگردم در لایه سقف. چقدر بود سقفمون؟ 40 سانت. 40 سانت میره داخل، چون اگر اینجا دقت بکنین
گفتم این نماه ما از کف داریم این رو حساب میکنیم، از کف تا کف بالا 3.24 میبینید دقیقا الان یه همچین چیزی هست، یعنی در واقع الان ما داریم این رو میکشیم. خب اینم از این. حالا ما میدونیم که اینجا پنجره داریم، این کجاست؟ این پنجره است، گفتیم آشپزخونه است، نگاه کردیم و دیدیم اینجا آشپزخونه است. پس ما نمیتونیم عکابه کمی بهش بدیم، حداقل عکابه‌ای که باید بهش بدیم چقدره؟ 1 متر و 10. 1 متر و 10 من در واقع عکابه براش میذارم در همون لایه وال، اشتباه نشه. و اینکه یک ارتفاع میزنم DI dimension، ببینم که خب 2 متر و 14 سانت برای من مونده و من خب احتیاج دارم این که اون به هر حال 40 سانت سقف هست و ما یه 20 سانتی هم بالاخره اونجا میخوان سقف ایجاد بکنن. از آشپزخونه لوله رد شده و هرچه بیشتر ما سقف بیشتری اونجا، ضخامت سقف بیشتری رو داشته باشیم برای سازنده راحت‌تر. اینا همه یک سری مسائل و نکاتی هستش که در مسائل داخلی هم خیلی مهمه دیگه. به هر حال ما نمیتونیم فقط به خارج فکر کنیم، به داخل فکر نکنیم. برای همین من ارتفاع خودم رو در واقع خیلی چیز نمی‌کنم، یک ارتفاع سیف به مالک میدم. من میدم 1 متر و 60. خب ببینید چقدر اینجا چیزی که میمونه بله حدود 30 سانت هست که خب میمونه تا از زیر سقف. خب این خیلی خوبه، یعنی حداقل میدونم که سیفه. حتی خیلی ها 1.5 میدن، یعنی 40 سانت تقریبا 40 خورده ای براش جا میذارن که به قول معروف دچار اشتباه نشن. اینجا پذیراییه. ببینید همینجا یه سری نکات خیلی مهم داره که خیلی دقت بکنید. بهتره پنجره های ما، بهتر که نه، باید در یک خط باشه، حداقل از یک جهت، از یک طرف. ما عکابه‌مون رو نمیتونیم یکی کنیم، ولی میتونیم که از یه جهتی، از حداقل از سمت بالا یکیش کنیم. من حدود 50 سانت اینجا عکابه میشینم برای سالن. چرا این کارو میکنم؟ اولا که خب حدود 7 الی 8 سانت در واقع کفسازی میشه داخل سالن، قطعا داریم دیگه. و ببینید اندازه پای مثلا انسان چقدر. قطعا شما وقتی کتونی میخرین دیدید زده 25 سانت داخل کتونی، این که حالا به قول معروف فکر کنم رو همه زده، حالا برندهای مختلف مثلا میزنن 25 سانت، 26 سانت، 27 سانت، حالا با اقسام سایزهای مختلف به اون میخوان پاخور. بهتره که یه در واقع پاخوری برای اون داشته باشیم. این خیلی بسیار بسیار مهمه. من اینجا 50 سانت گرفتم و اگر بخوام که در واقع بیام در راستای همون پنجره آشپزخونه این مورد رو در نظر بگیرم، این چیزی که کپی میکنم چیه؟ ببینید اینا رو باید حالا به مرور یاد میگیرید و یکی یکی من حالا در ویدیوهای دیگه دستور رو میگم، ولی یه چیزی وجود داره اینجا، یک منوی هست که توش انواع اقسام مسائل سه‌بعدی هست، یعنی عناصری که در واقع در سه‌بعدی هست. الان اسمش رو یادم، ویژوال استایل هستش که ببینید اینجا ویژوال استایل که ما اینو میتونیم از تبایی که اینجا وجود داره روی یکی از این گیره هایی که اینجا وجود داره کلیک راست کنیم و همه اینا رو اد بکنیم. اینجا یه چیزی وجود داره به اسم کپی فیس، آفست فیس، کپی فیس. من اینو میزنم روی کپی فیس، در واقع کلیک میکنم، این فیس من رو کپی میکنه و
میتونم بیارم هر جا که دلم بخواد، که دوباره نیام مثلا بیام بشینم یه رکتانگل بکشم و یه خط بکشم و خیلی راحت. یعنی ابزاریه که خود اتوکد در اختیار ما قرار داده مثل همه سه‌بعدی سازی ها. خب این ارتفاع چقدر شد؟ 2.20. ارتفاع خوبیه. حالا اینجا رو چیکار میکنم؟ یکی میکنم که یک پارچش میکنم که در واقع یه دست بشه. خب ببینید این پنجره پذیرایی ماست، این پنجره آشپزخونه ماست. حالا اینجا هم که تراس داریم، تراس رو چقدر بشینیم؟ من میگم که من باشم در این بستگی به طراحیتون داره، ولی خب من دارم حالا به صورت کلی میگم. من اگر باشم اینجا میام همون 50 سانت رو که چیدم همون پاخو رو میدم. اگر میخوام اینجا نرده‌ای طراحی کنم و اینکه چیزی بذارم، از اینجا به بعدش در واقع این کار رو میکنم که من خطای حداقل یکسانی داشته باشم. ببینید مهمه ما اینکه خط و خطوطامون در یک راستا باشه، که به هر حال در یه حدی وقتی چیزی رو میبینیم آشفتگی به وجود نیاد. حالا به نظر من این کار خط زیاد داره تا یه حدودی. من اگر میخواستم، یعنی به من بود، به سلیقه من نزدیکتر بود، یه خورده ساده تر کار میکردم، ولی خب مالکش اینو دوست نداشت خیلی ساده باشه متاسفانه، و به هر حال مجبوریم این نظم رو ایجاد بکنیم. برای همین من این کارو میکنم، ولی شما میتونید از همون ابتدا حالا یه 10 سانت 20 سانت بذارید روش نرده طراحی کنید. این به خودتون بستگی داره. اینم میکشیم جلو و قطعاً هم در واقع ما یه سقفی برای تراسمون داریم دیگه، یه سقفی داریم یا یه کاذبی داریم که میتونه بهمون کمک کنه که اون رو هم همراستا کنیم. بعضیا در طراحی به عمد همراستاش نمیکنن و براش تفکری دارن که حالا برای کارهای ساده مثل ما نه، ولی من همیشه یه مقداری لبه‌ای میذارم که اون هم با بالا یکی باشه که بیشترین نظم رو به من بده، بیشترین نظم رو به من بده. اگر نده خب یه خورده کار کردن سخت میشه. من رنگ لایه سقفم رو عوض میکنم. خب اینجا یه اشتباهی کردم، یکی کردم اینا رو، نباید میشد. چون بعدا لایه نمیتونی عوض کنم. من فعلا میذارم که چون نمیخوایم حالا که فعلا رندر بگیریم توی این آموزش ها، بیشتر مدل سازی مد نظر ما هست و طراحی. خب اینم یک کپی میکنیم، میاریم اینجا. چرا این نمیشه؟ و این رو هم اندازش میکنیم با این میشه در واقع یه طبقه ما که به قول معروف الان آماده است که کپی بشه برای جای دیگه. من این راه پله رو میارم بالا. وقتی میخوام که در واقع شروع کنم و طبقات رو روی هم بچینم، اولین کاری که میکنم، خب من 2 تا لایه اصلی برای محیط تریدیم تعریف کردم، یه دونه وال و یه دونه روف. خاموششون میکنم. این خطی که وجود داره و در واقع ازش استفاده کردم و طراحی کردم رو کپی میکنم یا اصلا موو میکنم. این رو پاک میکنم
من اینو بعداً لازم دارم بخوام ببینم از چی مدل کردم، اندازه‌اشو میخوام، برای همین اینا رو داشته باشین. حالا میتونید در یک صفحه دیگه دوباره کنترل C کنترل V بزنید یا اصلا کاتش کنید از اینجا، چون بعداً نیاز نداریم دیگه توی محیط سه‌بعدی. و این که میخوام تمام این لایه ها کلا سه‌بعدی باشه، اصلا دو بعدی وجود نداشته باشه که در واقع حجم کار ما زیاد بشه و همونطور که گفتم برای بچهای در واقع 3D آرتیست بد بشه. من این طبقات رو کپی میکنم. اول نگاه میکنم چند طبقه بود، 1 2 3 4 طبقه تیپ داره. دو 3 4 ببینید به همین راحتی حدود 1 ربع طول کشید. یک بار دیگه این کارو میکنم کاملا رو هم قرار بگیره. ببینید من الان دوباره اینطوری تمیز روی هم قرار نگرفت، این خیلی اهمیت داره. خب این 4 طبقه من بدنه نما ساخته شد. اینجا چه کار میکنم؟ ما چقدر میتونیم اکابه بدیم، دست انداز بدیم برای بالا؟ 1 متر و 10. این 1 متر و 10 اجباریه، نباید بشه 1 متر و 20، نباید بشه 1 متر، نباید بشه 1 و نیم اصلا، یعنی اصلا چیزی در واقع بالاتر از این نباید باشه. من از این استفاده میکنم و دیوارها رو 1 متر و 10 میارم بالا. خب چون سقفم اینجا یکی شد من اینا رو یکی میکنم. این چیزی که استفاده میکنم اینجا پرس پول هست که توی همون گزینه های سه‌بعدی هست. میگم اینا رو باید یکی یکی حالا من بعدم بهتون بگم، ولی فکر میکنم اکثرتون بلد باشین، یعنی همچین چیزی رو اینجا بلد باشین، یعنی خیلی این چیزا ساده است. و یا اگر که اینو بلد نیستید قطعا شما یه مدل سازی بلدین، امکان نداره که معماری خونده باشین و چیزی غیر از این باشه. میرم روی قسمت در واقع راه پله. از این کف 3 متر اومده بالا، منم راه پله رو آورده بودم بالا دیگه. از اینجا 3 متر میام بالا، اینا بهش اضافه خواهد شد. به این صورت من اینو با این یه دست میکنم. خب این جداره نمامونه بدون پارکینگ، هنوز این قسمت پارکینگ رو در واقع مدل نکردیم. من کامل این رو یه دست میکنم، یعنی یک پارچه میکنم که راحت ببینید. شما ببینید عین خود ساختمون میمونه که وقتی میشیننش، یعنی در واقع فرض بکنید الان اینجا دیوار سازی، دیوار چینی کردن و منتظرن که به هر حال نما رو اول ابتدا اجرا بکنن، بعد پنجره ها رو بیارن نصب میکنن، چون قطعا پنجره ها رو بعد از اینکه نما تموم شد نصبش میکنن، چون هم خطرناکه و همین که موقع کار چیزی روش میریزه شکسته میشه و همه اینها هست. پس ببینید خیلی ساده است، یعنی اصلا به این رسیدن و دیدن که اصلا حجم ما چه شکلیه. حجم این ساختمون وقتی ما این پنجره رو میدیم، وقتی تصمیم گرفتیم که این پنجره اینقدر باشه، ارزش اینجا 60 باشه، اونجا 1 متر باشه، اصلا چه شکلیه، ما قراره مثلا چی رو در واقع طراحی بکنیم. ما یه همچین جداره‌ای داریم خیلی ساده و اینکه
تازه باید برای این جداره تصمیم بگیریم که میخوایم طراحی بکنیم. شما میتونید همینجا بعد از اینکه در واقع پارکینگ رو هم گذاشتیم، میتونیم همینجا تصمیم بگیریم که 3 بعدی طراحی بکنیم. 3 بعدی طراحی کردن یه آدمی مثل من به خاطر اینکه خیلی وقت دارم طراحی میکنم، نه اینکه بگم مهارت خاصی، نه، چون خیلی وقت این کارو میکنم، روی همین مدل 3 بعدی من طراحی میکنم. اونجا با شما مدل سازیتون قوی باشه. یکی هست نه اینو 2 بعدی میکنه و در واقع ابتدا روی 2 بعدی طراحی میکنه، بعد مثلا 3 بعدیش میکنه که بهتون میگم. یعنی در واقع حالت 2 بعدی میکنه، اینو برمی‌داره، این که بهتون میگم جلسه بعد که چجوری 2 بعدیش کنید و اصلا از همون نما در واقع میاد خط میکشه، 2 بعدی میکنه، روی 2 بعدی ابتدا طراحی میکنه، بعد در واقع 3 بعدیش میکنه. من چرا این کارو نمیکنم و چرا به شما میگم این کارو نکنید طبق تجربه‌ام؟ به خاطر اینکه من میخوام شما حجمو ببینید، بچرخونید. یک معمار باید ذهنش آماده 3 بعدی سازی باشه هر لحظه. این شیفت وسط در واقع موس، شیفت وسط موس گفتیم میشه اوربیت و میچرخونه دیگه محیط رو از 2 بعدی به 3 بعدی. خیلی باید همیشه تو دستتون باشه و همیشه باید اینطوری نگاه کنید. وقتی شما یه حجمی رو اینجا طراحی میکنید، یه سنگی رو میذارید، باید ببینید از پایین چه شکلیه، باید ببینید از بالا چه شکلیه، باید روبرو ببینید، از کنار ببینید، اگه کسی داره از این ور میاد از کنار ببینید. این خیلی اهمیت داره. برای همین میگم عادت کنید که شما یه 3 بعدی طراحی کنید، 3 بعدی درست، تمیز، با اندازه. و اینکه این خیلی خیلی مهمه و اینکه عادت کنید. اولش سخته، اولش خیلی سخته میدونم، ولی کافی یه بار 2 بار انجام بدین، واقعا حسابی جذابم هست. یعنی شما دارید توی محیط 3 بعدی طراحی میکنید، جذاب هم هست. اگر نه فکر کنید براتون سخته، خب میتونید 2 بعدی طراحی کنید بعد 3 بعدی کنید. این کارم میکنن، یا اصلا با دست بکشین بعد از 3 بعدی بکنید. ولی خب این چیزی که هست ما در واقع باید طراحی بکنیم دیگه. الان ما این بدنه رو داریم میخوایم طراحی بکنیم به نما و اینکه میخوایم چیکار کنیم. حالا 30 دقیقه شد و طولانی ترش نمی کنم که نگاه بکنید حتما و خسته نشید. از جلسه آینده هم اول پارکینگ رو در واقع من مدل میکنم، سر جای این میذارم و بعد شروع میکنم به مدل سازی طراحی همین نما که بدونید چه جوری من مثلا طراحی کردم و چی کار میکنم. و شما الان اگر پلانی دارید که همین اندازه هاست یا اینکه اصلا همین اندازه هم نیست، تا همین جا هم که مثلا من مدل کردم، شما میتونید امتحان کنید، مدل سازی کنید، اکسترود کنید، باندری کنید. و باز اگر فکر میکنید یه سری دستورها هستش که مثلا این چیه یا مثلا پرس پول چیه یا کپی فیس چیه، اینا رو میتونید هم سرچ کنید، هم از چت جی پی تی بپرسید، خیلی کمک میکنه. و باز هم برای من میتونید بنویسید که مثلا کجا رو فکر میکنید مشکل دارید. ولی این ساده ترین راهیه که من دارم واقعا میگم و خیلی سریع. من میتونم همتون خیلی باهوشتر از اون چیزی هستید که قطعا آدم توقع داره. برای همین بدنه رو اول بسازید که بدونید روی چی میخواین طراحی کنید. به شما نقشه دادن، به شما ساختمونی که اینطوری نساختن، شما برید نگاه کنید. میدونید این کار داخل جوازه. الان هم که نما داخل جواز اومده، شما باید اینو ببینید. حالا این رو که دیدید باید بیاید مثلا ذهنتون رو بیارین رو اون بدنه نما که در واقع هفته پیش من گفتم که در واقع ببینید الان اینجا این ملکی بود که داشتیم دیگه، درسته؟ نشونتون دادم. حالا فکر کنید این بدنه نما اینجا مثلا وقتی اسکلت بزنن ساخته شه، این بدنه شما میاد اینجا در کنار اینه. حالا میخوایم چجوری طراحی کنیم؟ اینا یکی یکی ذهنتون رو آماده میکنه برای طراحی. برای همین میگم که سعی کنید 3 بعدی ببینید و اول اینو ببینید، بچرخونید، ذهنتون رو آماده کنید که در واقع شروع کنید به طراحی خوب. تا همینجا پیش برین تا احتمالاً جلسه بعدی پنجشنبه باشه که جلساتی که از در واقع
از الان به بعد داریم خیلی جلسات مهمی هست. سعی کنید تمرین کنید، سعی کنید ببینید که مطمئنم خیلی خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنید یاد میگیرید. خیلی خوشحالم که با من در این کانال هستین. سعی کنید اینا رو برای دوستانتون شیر کنید، بچه‌هایی که فکر می‌کنید نیاز دارن و تأثیری تو زندگیشون میذارن. به این زنجیره کمک کنید، به این چرخه کمک کنید که مطمئن باشید کار برای همه هست و مطمئن باشید که به اندازه کافی در این دنیا هست و هر کسی سهم خودش رو برمی‌داره. فکر نکنید که اگر برای کسی بفرستید اون یاد میگیره شما کارتون کم میشه، نه اینجوری پس منم نباید بهتون یاد بدم. نه اینطوری فکر نکنید. برای هر کسی اون مقداری که زحمت میکشه یا اصلا فکرش هم نمیکنه همیشه هست، با توجه حالا به این شرایط وحشتناک اقتصادی، ولی باز هم هست. نگران نباشید، فقط کمک کنید به هم دیگه، کمک کنید به همه، کمک کنید. ممنونم که بودین. خدا نگهدار.